دوستان عزیز، هنوز نرسیدم به آبشار، ولی تو راه میبینم یه درخت زیبا و قشنگ وسط رودخانه سبز شده. به راه ادامه میدم. فوق العاده است. حتما بیایید. من از این دور دارم میبینم آبشار رو. عزیزان حتما یه سری به اینجا بزنید. آبشار پیرسقا، شهرستان محروم چهارم‌ماه. میگم محروم، واقعا محرومه از همه لحاظ، فوق العاده محرومه. کاش کمک کنن. وای خدایا چه عظمتی، چه عظمتی. حتما بیایید نگاه کنید. خدایا شکرت، فوق العاده است. کاش مسئولین کشور صدای ما رو بشنون و این راه ها رو درست کنن، مردم بیان ببینن، لذت ببرن، خداشون رو شکر کنن که چه نعمت هایی بهشون دادن. خیلی زیباست آبشار پیرسقا، فوق العاده است، با کوههای محصور شده یه دورش، فوق العاده زیبا، قشنگ. حتما بیاید، حتما بیاید ببینید. و اگه کسی اومد دید از دستش بر اومد کاری کنه برای این منطقه، حتما انجام بده. مردمشون فوق العاده مردم خوبی هن. آذری زبان هستن. هم یه گردشگری میشه تو حوزه گردشگری، هم مردمشون دیگه حتما ملزم نیست کشاورزی کنن. همین باعث میشه کسایی که میان اینجا برای دیدن هزینه کنن. یه گردشگری فوق العاده زیبا میشه. خدایا شکرت. از دهنه‌های این غار، اصلا یه غار عجیب، یه آبشار عجایبه، داخلش غارای کوچیک کوچیکه، فوق العاده است. میرم جلوتر نزدیک آبشار. میرم آبشار، دهانه هاشه. دوستان دقت کنید، نگاه کنید. دوتا دهانه، یه ذره زومم زیاد شد. اینم سومین دهانه. میبینید 3 تا دهانه داره مختلف که از اونا از یکیش آب نمیاد ولی از 2 تای دیگه میاد. این از اولیشه، این وسطیشه که آب نمیاد، اینم از آخریشه که آب داره میاد. فوق العاده است.